من پارسا گیم هستم و امروز میخوایم یکی از نسخه های شبیه سازی شده از ماینکرافت رو بازی کنیم. برو بریم سراغ ویدیو. Let's go. خب بچه خیلی خوش اومد. آقا ما باید اول کار چیز بکنیم، مثل اینکه داره شب هم میشه. اما باید سریع پرواز. ما فعلا 4 تا پیدا کردیم. اوکی، ما برای خونه زیردری فعلا باید چوب رو یادم خیلی مثل که 12 تا جمع کردم. ای بچه همه چیش مثل ماینکرافت اصلی، خوکاش، گاواش، همه چیش شبیه، فقط این گشتگیشو اینا فقط این جامپاش که این داره طبیعی تر شدن و ماینکرافتش یه چیزی کشفه. ایول کاراکتر جون. خب بچه ما قول میدم واسه تو 2-3 سال آینده ماینکرافت نسخه اصلیشو بدم. حالا چرا 2-3 سال؟ چون بچه من 2-3 سال دیگه میخوام با کامپیوتر کارم انجام بدم و رو اون چیز میخوره، چی بهش میگن، چیه بهش چجوری بگم بهتون، چیز میخوره، انگار ماینکرافت میخوره به موبایل من. به نسخهش ماینکرافت نمیاره، مثلا نمیخوره نسخه گوشی. و من دارم اینا رو میکنم بچه ها. با اون ویدیو کانتری که گذاشتم با چیه اسمش EM13 رو حتما لایک کنید، چون هم من رو لایک کردید بچه ها. اینجور جاها طبیعی نیست از این رو پیدا کنیم، ولی اوکی دیگه، هرچیه بادا دیگه. و بچه جای بدی هم اومدم، همینجوری هم دمیج کم میشه ازم. بچه تبلیغ مثل همیشه ویدیو رو استوب میکنم. وارد بازی شدم و بچه تا شب نشده باید یه خونه بسازم. چرا گشتم شده میگم چه خب گشتم داره میشه دیگه. من فعلا میخوام چوب رو برای یه وسیله هایی لازم دارم و خودم شما چیز دیگه رو کردم، ولی برحال چوب برزه کافی میکنم انقدر کافی باشه دیگه. آره نه کافی نیست آقا، فکر کنم کافیه. یه دونه از اینا لازم داشتیم ولی 2 تا تونستیم بسازیم. یه دونه تورچ میتونیم بسازیم؟ نه زره اینا هیچی نمیتونی. یه دونه دیگه از اینا درست کنم. اوکی اینو میذارم اینجا. رنگش هم بچه این تغییر کرده. 4 تا از اینا یه دونه از اینا، یه دونه از و دیگه چی بردتون بسازم؟ باید چوب جمع اینجا. ولی کم کم داره لول برامون اومد اون پایین. کنم این درخت کامل باشه برای چیز. اوکی حل. گشتم هم شده، باید غذا جمع کنم. باید ولی اول خونه بسازم. دوباره یه دونه از 2 تا دیگه از اینا درست کردم. خیلی متاسفم. فعلا بریم الان غذا جمع بری کنیم. دوربر گوسفند ندیدم خیلی. سریع میدوام اینجا. 2 بار که کلیک کنین سریع میدوام. برای موبایل این مدلیش اینجوریه. اوکی امیدوارم
غذا زیاد پیدا کنم. این ماینکرافت شده یه بار تو عمرتون تجربهش کنید. یعنی کلا بازی خیلی باحالیه و یه ویلیج هم که دیگه پیدا کنید که دیگه میشه که نزدیکی ویلیجی. اگه زامبی دریایی اون دارم بازی زامبی دریایی نشه دیگه. بعد وقت همین اسکلت و اسپایدر و کریپر و اینا کمن که دیگه زامبی دریایی هم اشون اضافه. ای گاف سلام. برو غذا اینجا زیاده. ایول ای تو بچه دیده بودی؟ بچه ها تو نمیکشم، خب خودتو میکشم. برو بر خب بچه ها بیمادر شد. خب گوش دادن بی تربیه. چرا گوش دادی؟ این گوش داد، همش گوش داد. چرا گوش داده؟ گوش داده 3 تا هم گوش داده آقا. ایول پارالله. ایول اوکی بریم. یعنی اینجا کنم نزدیک ویلیجیم دیگه. آره دیگه یه حاله اینو میتونم بدم سرم. هیولا برسی بچه یه آموزش اینا رو بذاری سر تو. زامبیا با تو کاری نداره. دیگر نباشه که فکر کنی دیگه زامبیا با تو کاری داره وای فرار کنی با بیستان روی حرفا. نه نمیشه که توی این مپ نمیشه. سر از اینا تو نسخه اصلش بذارید اتفاقی نمیفته. بچه میخواستم یه کاری انجام بدم. حتی پارت بعدش رو میذارم از ماینکرافت. حالا دامه حرفم رو الان میزنم. بچه ها حتما پارت بعدش هم ببینید. خب من سعی میکنم کاراکترم رو تغییر بدم. تا ویدیو بعد همتون رو بخوره بزرگ میسارم. بای بای.